مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم در جامعه دهاتی سریچشمه ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین تحت توجه و غمخوری همه‌جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته. اینجا 96 نفر کودکان یتیم از شهر و ناحیه‌های کشور با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده در شرایط خوب زندگی دارند. این مؤسسه تعلیمی برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2020-2021 و نگهداری حالت بی‌خطری از ساختار پورا آماده میباشد. مکتب اینترنت از 6 بنا از جمله 2 بنای تعلیمی عبارت بوده. صنفخانه ها پورا شیشه بندی شدند. در این موسم صنفخانه ها دائما گرم نگاه داشته می شوند. برای در سطح بلند گذراندن دوره تیرماه زمستان در انبار مقدار معینی هیزم و انگشت ذخیره کرده شده است. برای در عمل تطبیق نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2020 اوید با آمادگی به فصل تیرماه و زمستان سالهای 2020-2021 در مکتب اینترنت نقشه چهاربینی ترتیب داده شده است. گروهی کاری تشکیل کرده شده است. عین حال برای گذراندن فصل سرما در مکتب زیاده از 197 کوب هیزم 23 تن انگشت ذخیره کردم. ما باوری داریم که زمستان سال 2020-2021 رو با تمام شرایط مساعد می‌گذرانیم. در مکتب اینترنت حجره‌ها جای زیست کودکان با استفاده از چنین واسطه‌های برقی گرم کرده می‌شوند. در دوره تیرماه و زمستان برای پیشگیری از حادثه‌های سوختار کارمندان دیدبانگاه زیرتابه قسم 50 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش نشانی ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین با مکتب اینترنت همکاری زیست داشته در این دوره نوبتداری شبانه روزی را به راه ماندند. برای پیشگیری از سوختار در حقیقت ما با کارمندان خدمات آتش نشانی جمعیت دهات همکاری داریم. شبانه روزی از طرف خدمات آتش نشانی درجه نوبتداری تشکیل کرده شده است. منتظم مربیان شخصان متصدی از حالت واقعی پیچ‌های گرمی دهنده با خبرند زیر نظارتند. در نتیجه سنجش یکجایی کارمندان شعبه خدمات دولتی آتش نشانی منطقه کولاب اوید حالت پیشگیری از سوختار معین کرده شد که در مکتب اینترنت 6 عدد سپر آتش نشانی موجود بوده. وضع بی‌خطری از سوختار در مؤسسه در حالت قناعتبخش قرار دارد. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2020 و 2021 سنجش حالت بی‌خطری از سوختار، انشاءات زیرتابه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، انشاءات مهم و مخصوصا مهم، مکتب اینترنت ها و خانه های پیرانسالان، معیوبان و همشفت آنها سنجش گذارده شده است. دیدبانگاه زیرتابه قسم 50 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش نشانی ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین در جماعت دهات سریچشمه برای پیشگیری حادثه‌های سوختار در دوره تیرماه زمستان طبق نقشه چهاربینی‌ها کارهای پروفیلاکتیکی گذرانیده. اوید پیشگیری حادثه‌های سوختار با اهالی این منطقه کوهستان صحبت و واخوری‌ها دایر می‌نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از جماعت دهات سریچشمه ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.